این سوره در حکم منسوخ و در قرائت باقی است. الله جل جلاله بر پیامبر علیه السلام میگه، خطاب به پیامبر علیه السلام میکنه، قل بگو ای پیامبر علیه السلام بر ناباوران و بر کافران، یا ایها الکافرون ای کافرها و ای ناباورها، لا اعبدو عبادت نمی کنم من ما آن چیزی را که آن شیئی را که تعبدون عبادت میکنین شما بغیر از خدا. آن چیزی را که شما بغیر از خدا عبادت میکنین من عبادت نمیکنم. ولا انتم و نمی باشین شمایان عابدون عبادت کننده ما آن چیزی را که اعبدو عبادت میکنم من. ولا انا و نمی باشم من عابدون عبادت کننده ما عبدتم با آن گونه و آن قسمی که عبادت و پرستش شما میکنین ما او قسم عبادت و پرستش نمی کنم. ما را مای معبدتم مای موصوله بگیریم یا مای مصدریه، یعنی عبادت نمی کنم من و نیستم من عبادت کننده با آن گونه و آن قسمی که شما عبادت میکنین. ولا انتم و نمی باشین شمایان عابدون عبادت کننده ما اعبدو با آن گونه و با آن قسمی که ما عبادت کننده است ما عبادت میکنم. لکم دینکم از برای شما دینتان، ولی دینی از برای ما دینم. خلاصه مطلب امی که ای ناباوران و ای کافران من و شما هم معبود من جداست و هم عبادت ما. قبلا گفتم که این سوره در حکم منسوخ و در قرائت و در تلاوت باقی است. خصوصا آیه لکم دینکم ولی دین این منسوخ است به آیه سیف. قل صیغه واحد مذکر امر حاضر، ضمیر در تحتش مستتر معبر به انت فاعلی قل، فعل به همراه فاعل خود قول، یا یکی از حروف ندا قائم مقام ادعو صیغه واحد متکلم فعل مضارع معلوم، ضمیر در تحتش مستتر معبر به انا فاعل ادعو. ایو مضاف به سوی ها مضاف الیه از برای ایو، مضاف مع مضاف الیه خود، یا مبدل منه یا موصوف یا مبین. الکافرون یا بدل از برای ایوها می شود، یا صفت یا مبین و یا عطفی بیان. خلاصه مبدل منه به همراه بدل خود مفعول بهی می شود از برای ادعو. ادعو فعل همراه فاعل و مفعول بهی خود مقوله قول همراه مقوله خود جمله فعلیه انشائیه. لا نافیه اعبدو صیغه واحد متکلم، ضمیر در تحتش مستتر معبر به انا فاعل اعبدو. مای موصوله تعبدون صیغه جمع مذکر مخاطبین فعل مضارع معلوم، ضمیر در تحتش مستتر معبر به انتم فاعل تعبدون. فعل به همراه فاعل خود صله از برای موصول مع صله خود مفعول بهی می شود از برای اعبدو فعل به همراه فاعل و مفعول بهی خود جمله فعلیه. واو یک از حروف عطفه. لا نافیه انتم مبتدا عابدون صیغه اسم فاعل، ضمیر در تحتش فاعل عابدون. مای موصوله اعبدو صیغه واحد متکلم، ضمیر در تحتش مستتر معبر با انا فاعل اعبدو. فعل مع فاعل خود صله از برای موصول مع صله خود مفعول بهی می شود از برای عابدون صیغه اسم فاعل به همراه فاعل مفعول بهی خبر از برای مبتدا که انتم است. واو یک از حروف عاطفه. لا نافیه انا مبتدا عابدون صیغه اسم فاعل، ضمیر در تحتش فاعل عابدون. مای مصدریه میشه و یا موصول. عبد صیغه جمع مذکر مخاطبین فعلی ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم، ضمیر تم فاعل. فعل مع فاعل خود صله از برای موصول مع صله خود مفعول بهی می شود از برای عابدون صیغه اسم فاعل همراه فاعل و مفعول بهی خود خبر از برای مبتدا که انا است. واو یک از حروف عاطفه. لا نافیه انتم مبتدا عابدون صیغه جمع مذکر سالم اسم فاعل، ضمیر در تحتش فاعل عابدون. مای موصوله اعبدو صیغه واحد متکلم فعل مضارع معلوم، ضمیر در تحتش فاعل اعبدو. فعل امرای فاعل خود صله از برای موصول امرای صله خود مفعول بهی میشه از برای عابدون صیغه اسم فاعل امرای فاعل و مفعول بهی خود خبر از برای مبتدا که انتم است.
لکم دینکم. لکم لام یک از حروف جاره، کم مجرور، جار جار مع مجرور خبر مقدم، دینکم مضاف مع مضاف الیه، دینو مضاف بسوی کم مضاف الیه از برای دینو، مضاف مع مضاف الیه خود مبتدا مؤخر از برای خبر مقدم. خبر مقدم امرای مبتدا مؤخر خود جمله میشه ونی بعد معطوف الیه. واو یک از حروف عطفه لیا، لام یک از حروف جاره، یا ضمیر متکلم مجرور جار جار مع مجرور خود خبر مقدم، دین مرفوع، دین مرفوع علامه رفع ضمه مقدره که بر ما قبل یای محذوف است. دین در اصلش دینی بود، یا را حذف کردیم از جهت تخفیف